باید مبلغ گذاری به اقتصاد تاجیکستان زیادتر شود. هر یک شهروند تاجیکستان می تواند در کدام جایی که خواهد فعالیت کنند، مهنت کنند. حالا دایره همکاری‌های تاجیکستان با آلمان، یک کشور مهم اتحادیه اروپا، بیشتر کدام ساحه‌ها را در بر می‌گیرد؟ هم در سطح خود آلمان و هم در سطح اتحادیه اروپا. من پیش از همه می‌خواهم یک چیز با یک چیز اهمیت دهیم که امسال ما 30 سالگی مناسبت‌های دو جانبه دیپلماتی دو جانبه را جشن میگیریم. یعنی 30 سال پیش جمهوری فدرالی آلمان یکی از اولین دولت‌های اتحادیه اروپا بود که استقلالیت جمهوری تاجیکستان را رسمی شناخت و نمایندگی دیپلماتی خود را در دوشنبه باز کرد. از همان سال، از یعنی بعد از دریافت استقلال تاجیکستان، مناسبت‌های تاجیکستان و آلمان در سطح خیلی خوب قرار دارند و در این سال‌های که گذشت در این برای تحکیم استقلالیت تاجیکستان، برای رشد اقتصادی جمهوری تاجیکستان، البته آلمان سهمی کلان دارد و ما مناسبت‌های دو جانبه ما البته بسیار سمته هست. یعنی که ما در ساحه اقتصاد، معارف، تندرستی، در این ساحه همکاری‌های زیچ داریم و در بسیار مسائل بین المللی هم در چارچوبه سازمان‌های بین المللی هم ما یکدیگر را دستگیری میکنیم. یک چیز شما راضی شدم میتواند که به هر حال پتانسیل همکاری ها میتواند بیشتر باشد. وقتی ما به حجم مبلغ گذاری اتحادیه اروپا در عموم نگاه میکنیم به کشورهای آسیای مرکزی، چون برنامه استراتژی دارند در آسیای مرکزی که هر 7 سال نو میشود، ما میبینیم که حجم این مبلغ گذاری ها چندان زیاد نیست. حالا آنها بیشتر میخوان سر مسائل اکولوژی تمرکز کنند. تا کدام اندازه همین چیز مثلا جوابگوی احتیاجات تاجیکستان است مثلا و انتظارات تاجیکستان از این همکاری ها در چی بوده میتوند، یعنی در کدام سمت میتوند بهتر باشد؟ اولا در سیاست خارجی تاجیکستان در سمت اروپا مناسبت با آلمان یک اولویت دارد. یعنی چرا که آلمان یکی از دولت‌های کلیدی اتحادیه اروپا است و من چیزی که پیشتر گفتم، آلمان یکی از یکمین دولت‌های بود که استقلال ما را شناخت و کم از آن دولت‌های اتحادیه اروپا در شهر دوشنبه سفارت دارند و سفارت آلمان در تاجیکستان بسیار هم فعال است. و البته پتانسیلی که اتحادیه اروپا دارد یا که آلمان دارد، جوابگوی مثلا طلبات هایی که هست، اون جوابگوی اون نیست، پتانسیل بزرگتر است و در صحبت هایی که روزها هفته اخیر با رهبریت عالی کشور اقامت جمهوری آلمان داشتم، چی در وزارت امور خارجه چی در دیگر ساختارهای دیگر، ما یک چیز را تاکید کردیم که البته کمک های مالی و تکنیکی از جانب حکومت آلمان سالهای پیشین نظررس بود، اما ما با یک مرحله آمدیم که در برابر کمک های مالی تکنیکی باید مبلغ گذاری به اقتصاد تاجیکستان زیادتر شد. یعنی که نه تنها تاجیکستان بلکه دیگر جمهوری‌های سابق اتحادیه شوروی یا که آسیای مرکزی از مبلغ گذاری از اینوستیسی‌های زیادی اتحادیه اروپا یا که آلمان برخوردار نیستند. من در این باره صحبت‌ها داشتم و برای دیورسیفیکاسیون مناسبت‌های اقتصادی تاجیکستان ما ضرورتی تحکیم رشد مناسبت پیش از همه مناسبت‌های اقتصادی با اتحادیه اروپا و بخصوص با جمهوری فدرالی آلمان داریم. وقتی رسیده است که آلمان باید در سیاست خارجی خود با آسیای مرکزی، به یک منطقه‌ای که بسیار پتانسیل بلندی اقتصادی دارد و
نظرش رو دیگر کند و بیشتر اهمیت دهد، چرا که در حقیقت سهم این دولت های اتحادیه اروپا به قدری ضروری نظر است نیست. یک یادتان باشد یک زمان یک تنقید صدا می‌داد در مسئله اینکه سرمایه‌گذاری در تاجیکستان مسئله جدی است. تاجیکستان باید بعضی مسئله رو اصلاح کند و از جمله درباره اندازبندی بلند در همین سمت مثلا حکومت تاجیکستان کار میکند. طلبات هایی که مثلا این دولت های اروپا در نزد ما میگذارند بعضا یعنی طلبات از حد بسیار سخت است، چرا که ما در دولت های ما تاجیکستان دولت های جوان هستند و ما تنها 30 سال آخر استقلالیت سیاسی و اقتصادی خود را به دست آوردیم. برای این وقت ضرور است، یعنی که پتانسیل ذهنی ضرور است، متخصصان بلند اختصاص در ساحه‌های گوناگون، چه در ساحه مالیات چه در ساحه صنعت دیگر باید آماده کرده شود. و البته ما با یک جایگی البته با این ساختارهای گوناگون اتحادیه اروپا، نه تنها اتحادیه اروپا، شرکت‌های متحده آمریکا، دیگر دولت‌های که دانارهای مثلا تاجیکستان هستند، ما همکاری داریم و ما کمک در این مسئله رسانده می شود. ببینید همگی یک ماه یا 2 ماه پیش یک برنامه از طرف بریتانیا در تاجیکستان در عمل شروع کرد تطبیق شدن که آنها جلب نیروی معینی کوریا و کارهای کشاورزی در بریتانیا در نظر می گرفتند. بریتانیا حالا اتحادیه اروپا نیست، بیرون شده است. آلمان این برنامه‌اش حفظ کرد یا نه؟ پیش از همه من باید یک چیز میخوام دقیق کنم که البته در سیاست اقتصادی خارجی جمهوری تاجیکستان پیش همه مقصد اساسی ما جلب سرمایه در اقتصاد تاجیکستان است. یعنی که درباره تشکیل کردن جای کاری، صنعتی سازی اقتصاد تاجیکستان که مردم تاجیکستان بیان در تاجیکستان پیش از همه کار کنند و ما این برای رشد تاجیکستان مهم است. البته تاجیکستان دولت آزاد است، هر یک شهروند تاجیکستان میتواند در کدام جایی که خواهد فعالیت کند، مهنت کند. برای این ما باید در مناسبت‌های خارجی دو جانبه و بسیار جانبه مناسبت‌های خوب داشته باشیم که شهروندان تاجیکستان توانند آزاد با آن دولت‌ها سفر کنند، در آنجا فعالیت کنند، زندگی کنند، کار کنند. و البته اون درباره لایحه‌ای که شما گفتید البته وجود دارد. آلمان به قوه کاری نیاز دارد و پیش از همه به قوه کاری با متخصصان بلند اختصاص، متخصصانی که زبانهای خارجی را میدانند، زبان آلمانی را میدانند، زبان انگلیسی را میدانند.